تازه‌ترین تحولات تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. شعله گلخواجه هستم. روز بخیر. نخست سرخط موضوع امروز 6 سپتامبر. از صحبتشان بوی افراط می آید. ژورنالیست شناخته تاجیک در وزارت کارهای داخلی برای بحث در فیسبوک بیانات داد. حتما تحقیر میکنند، توهین میکنند، در چت در اومده تحقیر میکنند و تهدید میکنند. از کیم کجا؟ حمله مرگبار در کابل افغانستان. جنگجویان گروه دولت اسلامی گفتند بمبگذاری مرگ طلب جمع آمدی مرتدها را هدف گرفت. و همه در میدان. تا روز استقلالیت تاجیکستان 3 روز دیگر ماند. این بار هم هزارها دانشجویان و خوانندگان به دستافشانی و پاکوبی جلب شدند. ما از نویه فردوسی آمدگیم برای مشروفکن 9 سپتامبر استقلالیت. یک ماه شد مشق میکنیم. و شروع میکنم از آن که مقامات تاجیکستان گفتند ناصر خوجا عبیدوف معروف با نام قاری ناصر را توسط اینترپول میجویند. پرونده ساکن 45 ساله نویه فرخار را به پلیس بین‌المللی سپردند. او به تشکیل اتحاد جنایی و تروریسم متهم می شود. مقامات عبیدوف را طراح اصلی حمله به جهانگردان خارجی مینامند. در این حمله در روز 29 ایول 4 دوچرخه سوار خارجی کشته شدند و 3 تن دیگر آسیب دیدند. مقامات تاجیکستان میگویند که ناصر خوجا عبیدوف در ایران است. ژورنالیست شناخته و مدیر کتابخانه به نام لاوتی پایتخت را 2 دفعه به ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان دعوت کردند. سبب صحبت با او ابراز اندیشه‌هایش در شبکه فیسبوک بوده است. با او گفتند که در جامعه تفریقه می‌اندازد. هرچند خود روزنامه‌نگار میگوید هدفش تنها حمایت از تاریخ و ارزش‌های ملی است. برای یوسفی گزارش می‌دهد. با گفته عبدالقادر مقامات دلیل آوردند که جوان در واخوری با وزیر داخله شکایت کرده است که با ابراز اندیشه‌هایش به مقدسات دینی مسلمانان میرسد و در جامعه تفریقه می‌اندازد. اونها به ارزش‌های ملی ما هجوم کرده ایستادند. یعنی حقارت نسبت نخست پیامبر آریایا زردوشت و تهوین و تحقیر نسبت ابرکتاب ما قاموس ملت ما اوستای مقدس. و البته من نمیتوانستم که جواب نگویم، نمیتوانستم که واکنش نشان ندهم. مقامات با او گفتند که آن جوانی که شکایت کرده است اصلا کاربر اینترنت نیست و گویا در کدام معرکه یک گروه گفته‌های عبدالقادر عبدالقهار را بررسی کرده به صفت نماینده آن جوان را به حضور وزیر داخله فرستادند. من با اصرار میفهمیدم که جامعه ما دموکراتی است. من به جنگ، به خشونت، به ناآرامی جامعه سببگار نیستم. من تنها از ارزش‌های ملی خودم، از فرهنگ و تمدن چند هزار ساله ملتم حمایت کردم. چرا باید من بیانات نویسم برای چند ادعای پوچ و فچ، چند خدا به خبر و چند تندرو و نفرانی که ارزش‌های ملی برای و هیچ اهمیتی ندارند. تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی تلاش‌های عبدالقادر عبدالقهار را در شرایط فعلی جسارت عنوان می‌کنند. به قول آنها اگر مقامات انتظامی تاجیکستان چنین افرادی را زیر فشار بیاورد، آن گروه تندگرا و دینزده را با جرأت‌تر و هوابلند می‌گرداند. خب اینها به جای آن که از عبدالقادر پشتیبانی بکنند و به جای آن که با افراطگرایان مبارزه برند با واسطه سخن، ولی تنها کسی را که با قلم و با سخن با آنها مبارزه میکنند از میدان بیرون میکنند و معنایش این است که میدان را برای افراطگرایی‌ها بازتر میکنند. نظرهای عبدالقادر عبدالقهار مخالفین خود را دارد. تعدادی هم از جامعه ژورنالیستانند، اما از صحبت در روبروی نواربردار خودداری میکنند. تعدادی هم میگویند شیوه بحث عبدالقادر باعث مخالفت تند میشود. من پیدا نکردم یکان چیزی که تحقیر کرده باشد. البته به احساس دینی این یا اون شخص رسیدن کار خوب نیست، ولی بیان کردن فکر درباره این یا اون دین حق هر یک نفر است. عبدالقادر عبدالقهار میگوید او همیشه در بحث احترام را نگه می‌دارد، اما بعضا گروه با لحن تحقیرآمیز وارد بحث میشوند که با آنها نمیشود با لحن شدید صحبت نکنی. حتما تحقیر میکنند، توهین میکنند، در چت در اومده تحقیر میکنند و تهدید میکنند. از کیم کجا؟
بار اول است که مقامات انتظامی یک زیایی تاجیک را برای وارد بحث شدن در شبکه‌های اجتماعی با گروه بازپرسی می‌کند. تحلیلگران بر اینند که اگر گروهی در گفتار کسی تحقیر شنید باید بحث را در دادگاه ادامه دهند. نگاه میاندازیم به افغانستان. مسئولیت حمله مرگبار در یک محله شیعه‌نشین در کابل را گروهی به نام دولت اسلامی بر عهده گرفت. در این حمله در شب 5 سپتامبر 26 نفر کشته شدند. خبرگزاری اماق از قبل گروه دولت اسلامی نوشت بمبگذاری مرگ طلب جمع آمد مرتدها را هدف گرفته است. این بمبگذار خود را در یک تالار ورزشی در محله عمدتاً شیعه‌نشین ترک کند و 91 نفر دیگر را مجروح کرد. بعد 40 دقیقه این حادثه یک ماشین دیگری در نزد ماموران امدادی و خبرنگاران ترکید. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. ظاهراً مولای خوارزمی که چند پیش از دخالت کارمندان پلیس به حیات شخصیش شکایت کرد به هدفش رسید. نوار عشق‌ورزی عبدالحمید اوتاجانوف با یک دختر جوان 10 روز قبل در شبکه‌های اجتماعی به گردش درآمد. خودی دو مولا گفت که نوار 6 سال پیش از سوی کارمندان پلیس در خانه‌اش ثبت شده و اکنون آن را برای بی‌آبرو کردنش نشر نمودند. همکارم سراجدین اسلام قبل از شروع برنامه درباره گردش نو در قضیه این مولا صحبت کرد. امروز یکی از فرزندان مولای 61 ساله اورگنجی با ما از طریق تلگرام تماس گرفت و یک خبر مهم را با خوشحالی با ما رساند و گفت که کارمندان پلیس یک چند کارمند پلیس به خانه مولا آمدند و از او رسما عذرخواهی کردند و مکتوب رئیس پلیس شهر اورگنج را نیز دادند. در آنجا نوشته شده است که آن کارمندایی که ملا را با یک زن جوان به روار گرفتند یک جزای ماموری گرفته باشند گویا و از این حالت البته خود ملا نیز خیلی خوشحال بود. بعد این من از سراجدین درباره عکس‌العمل مولا به عذرپرسی مقامات انتظامی سوال کردم. البته پس از پخش شدن این نوار خیلی ناراحت بود ولی کارمندان بخش ازبکی آزادی این قضیه را دنبال کردند و پس از او واکنش‌های زیاد در شبکه‌های اجتماعی پیدا شد و مردم البته شدیداً عمل پلیس را محکوم کردند و خود مولا میگوید که یک دسته که خب دستگیری عمده مردم را احساس کرده است و به گفته خودش پس از 6 سال حق به حقدار رسیده است. ناگفته نماند کارمندان پلیس همچنین پس از عذرپرسی گفتند که از شبکه‌های اجتماعی آن نوارهای ویدیویی را تماما لغو کردن، گرفت پرتافتند و گفتند که دیگر این گونه حالت‌ها تکرار نمی شود. میتوان گفت که این قضیه نمونه می شود برای دیگران تا در قبال نقضی حقوقشان صدا بلند کند. چون این بود سوال دیگری من از سراجدین اسلام. شاید همینطور شود چون به نظر من این شایدم بار اول باشد که کارمندان پلیس از یک ملا عذرخواهی کنند در ازبکستان، شاید در آسیا مرکزی باشد. همکارم سراجدین اسلام بود که از بخش ازبکی رادیو آزادی است و با ما صحبت داشت. برنامه را ادامه میدیم و برمیگردیم به تاجیکستان. شام 5 سپتامبر استاکادا یا روی 3 طبقه در شهر دوشنبه افتتاح شد. چون این راههای بالایی هم اولین مرتبه در تاجیکستان بنیاد گردیده. مراسم افتتاحی آن با شرکت پرزیدنت تاجیکستان و شهرداری دوشنبه صورت گرفت. اکنون ساکنان و رانندگان امیدوارند که حرکت در پایتخت به مراتب بهتر می شود. مولا رجب یوسفی دیروز در آنجا بود و گزارش می‌دهد. نخستین ماشین ها از راه 3 طبقه شهر دوشنبه عبور میکنند. این طرح در چهارچوب همکاری حکومت تاجیکستان با بانک اروپایی تجدید و رشد و بانک آسیایی سرمایه‌گذاری انفراساختاری اجرا شد. با افتتاح راه 3 طبقه مشکلی یک بخش ساکنان دوشنبه حل خود را یافت که دوام 2 سال از بسته بودن راه اذیت میکشیدند. همین маршрут‌ها بوده ترانسپورت به دشواری کشیدگی بودیم راه. خود من قریب 3 استانوفکا درون общежитие با خانه ها من زندگانی میکنم در اون باولی
از اونجا پیاده آمده از اینجا از سنتر مکتب маршрутка بیشتر رفته بچه ها به درس داده می آمده. راننده ها امید دارند که این راه مشکل رفت و آمد نقلیات را آسان کرده تنبه شوی را در این قسمت شهر از بین میبرد. پیشتر می‌بودیم پروبکا و ماشینا دم به دم می‌ایستادن کار در می‌کردیم مردم همین وای میشید باز اینجا بمونید یگان نه سویتافور نه پروبکا دیگه یگان چی نیست همین میشینی راست میره یگان جدا نمیست. وقتی که راه محکم بود اپاجون می‌کردیم راهو بزب در ما بین دوم می‌رفتیم بالون ماشین کافی چند خیلی چی می‌شیدن خیلی خودی سوی بزب میومد همین صبح خداوای ماشین جزیر میشید باز نقصر شدگی خیلی نقضه گشتن اونجا بهتر شدگی. ساختمان راه 3 طبقه در شهر دوشنبه 2 سال قبل شروع شده بود. این استکاده از قطعه راه از هیکل ابوعلی ابن سینا تا دروازه غربی شهر دوشنبه را در بر میگیرد. با گفته مقامات این چهارسوی نو از 3 سطح عبارت است که در برش خیابان نصرت الله مخزوم با خیابان باباجان غفورov قرار دارد. همچنین در این طرح 4 راه زیر زمینی برای پیاده‌گردان بنیاد گردید. در شهر دوشنبه آمادگی به تجلیل 27مین سالگرد استقلال تاجیکستان ادامه دارد. جشن پرشکوه روز 9 سپتامبر در مرکز پایتخت صورت میگیرد. هر بار در روزهای تجلیل جشن‌های مهم دولتی مقامات برای از درس دور کردن خوانندگان و دانشجویان تنقید میشوند. با این وجود این دفعه نیز به برنامه ایدانه هزاران محصل جلب شدند. گزارش همکارانمان را از تلویزیون نستایشی وریمیا با هم میبینیم. майдони асосии консерти кишвар чанд ҳафта боз пур-одам аст. ҳазорҳо нафар барои барномаи бошукӯҳи таҷлил аз рӯзи истиқлоли тоҷикистон омодагӣ мегиранд. дар ин ҷо навозандаҳо, овозхону ҳунарпешагон ва дигар намояндаҳои аҳли ҳунар ҷамъ омадаанд. аксари ширкатдорон хонандагон ва донишҷӯёнанд. муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 24 ноҳияи фирдавсӣ ки имрӯз дар чорабинии استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قرار داریم که ما تیاری دیده ایستادیم که چاره‌بینی رو در سطح بلند گذارانیم. اشتراکچیان مکتب ما عبارت از 24 نفر هستند که ما قسمت رقصی بدخشان رو در اینجا اجرا میکنیم. ما از نویای فردوسی آمادگیم برای مارشروفکا 9 سپتامبر استقلالیت یک ماه شد مشق میکنیم. ما باید در همه چاره‌بینی یعنی پرچم وطنمون نشان بدیم. ما لباسای سفید پوشیدگیم با هستن بچه‌ای که لباسای سرخ سبز با بر کردگیم. این گونه برنامه و کنسرت‌های پرشکوه تقریباً در همه جشن‌های مهم دولتی برگزار می‌شود. برگزارکنندگان میگویند تمرین و اداره هزاران نفر که اکثراً خوانندگانند کاری آسان نیست. اداره کردن و راهنمایی ازدحام بسیار مشکل است. اگر خطا نکنم تقریبا 10,000 نفرند. ما کوشش داریم با این 10,000 کودک کار کنیم. صنعتکاران را 10 کارگردان رهبری میکنند. هر یک گروه کارگردان دارد. صحنه به چند بخش تقسیم شده است. 20 режиссеров и столько же балетмейстеров пытаются совместно 20 کارگردان و همین تعداد استادان رقص تلاش دارند در صحنه معجزه آفرند. دیروز تمرین نهایی با استفاده از نور و روشنایی گذشت. آنهایی که کنسرت را تماشا داشتند بهای خوب دادند. برای برگزاری کنسرت ها از بودجه چقدر مبلغ صرف می شود معلوم نیست. مقامات در این باره معلومات نمی دهند. اما یقین است که تهیه سرولباس هزاران نفر، آرایش صحنه و تامین روشنایی مبلغ کم نمی خواهد. و ترکمنستان اجازه داده است که قطارهای بندمانده تاجیکستان از مرز آن کشور عبور کنند. نزدیک 150 قطار راه آهن که از اروپا محصولات می آوردند دیروز اجازه پیدا کردند که از مرز ترکمنستان بگذرند. راه آهن ترکمنستان با ارسال یک مکتوب گفتند حرکت قطارها را با سبب مشکل داخلی خود منع کرده بودند. این خبر آخری برنامه بود. با خبرهای بیشتر شما میتوانید در وبسایت ما www.azadi.org آشنا شوید و همچنین نوارها را از آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب تماشا کنید. سپاس که امروز نیز همراه ما بودید و تا ملاقات فردا. خدا نگهدار هر یک.